هم شامپو بدنه هم اسکراب. بریم هم نقدش کنیم. امروز میخوام محصول جدید برند بیول رو بهتون معرفی کنم که شامپو بدن هستش که داخلش دونه های سلولوزی داره که خاصیت اسکراب داره. این شامپو بدن دو مدل داره. البته چیزی که من دیدم یک مدلش نارگیل هستش و یک مدل دیگهش هلو که من بوی نارگیل رو بیشتر از هلو دوست داشتم. بسته‌بندی خیلی مینیمالی داره نسبت به محصولات ایرانی که طراحیایی که دیدم خیلی خوبه، نشتی نمیده، از این لحاظ بسته‌بندیش خوبه و پتی که براش استفاده شدن مناسبه. اما بریم سراغ این که این شامپو بدن چی کار میکنه. شامپو بدنی هستش که 400 میله، بعد فاقد سیلیکون و پارابن هستش، برای پوست های نرمال تا چرب مناسبه و بافتی که داره حالت ژله‌ای هستش و این رنگ بسته‌بندی هستش که قهوه‌ایه، خودش خیلی رنگی نداره به اون صورت و اون دونه هایی که توش قرار داره وقتی که روی پوست خودتون قرارش میدین این از بین میره و اصلا حالت زبری نداره. از این لحاظ میشه گفتش که این شامپو بدن آسیب به پوست وارد نمیکنه. ترکیباتی که توش به کار رفته پروتئین ابریشم هستش، اسید آمینه هست، اوره هست و عصاره نارگیل استفاده شده. همینطور داخلش از گلیسرین استفاده شده که باعث میشه خیلی پوستتون خشک نشه، در عین حال که داره لایه برداری میشه خیلی پوستتون خشک نشه. این چیزهایی هستش که ادعای خود محصول هم هست. بوی خیلی ملایم و نزدیک به نارگیلی داره اما بوش خیلی ماندگار نیست رو پوست، یعنی بعد از حمام بو میره. من اوایل که این محصول رو خریده بودم هر سری که حموم میرفتم ازش استفاده میکردم، اما با اینکه من کلا عادت دارم بعد از حمام مرطوب کننده میزنم به بدنم، حتی رو خود بسته‌بندی هم نوشته که بعد از این برای نتیجه بهتر بعد از این که از این ژل شوینده استفاده کردین از لوسیون بدن استفاده کنید. با وجود این که من تو روتین حمامم همیشه مرطوب کننده رو دارم، بعد از یه مدتی که از این محصول استفاده کردم و با توجه به اینکه مرطوب کننده استفاده میکردم پوست من خیلی خشک میشد و دچار پوست ریزی میشد و اینا، تصمیم گرفتم که هر سری که حموم میرم از این محصول استفاده نکنم و فقط هفته یه بار یا 10 روز یه بار از این محصول استفاده کنم. اینطوری هم لایه برداری میشد پوستم، همین که پوستم خیلی خشک نمیشد. من هم این شامپو بدن رو هم با لیف استفاده کردم هم بدون لیف. من کلا ترجیح خودم اینه که با لیف استفاده کنم چون میزان کف کنندگیش بیشتره و مصرف شامپو پایین تر میاد. در دو حالت پوست رو به خوبی تمیز میکنه. من خیلی تجربه خوبی با محصولات بیول نداشتم و چندین سال هستش که از محصولات بیول استفاده نمیکنم. این اولین محصول بیول هستش که بعد از مدت ها دارم استفاده میکنم. در کل بخوام بگم با توجه به اینکه قیمتش خیلی زیاد نیست، نزدیک به 200 تومن هستش و تو پوست من باعث نشد که جوش بزنم، چون من با شامپو بدنهای دیگه تجربه جوش زدن رو داشتم ولی این شامپو بدن باعث نشد جوش بزنم یا اینکه دچار التهاب بشم. میزان کف کنندگی که داره و همینطور پاک کنندگی عمیق پوست ارزش خرید داره، ولی میگم اگر شما هم پوست بدنتون خشک هستش باید حواستون باشه که خیلی از این شامپو بدن هر روز، یعنی هر سری که حموم میرین استفاده نکنید. از 10 بخوام بهش نمره بدم، نمره 9 رو میدم. محصول خوبیه نسبت به قیمتش، محصول خوبیه. اگر محصول دیگه ایرانی مد نظرتون هستش که دوست دارید که من نقد کنم و تازه وارد بازار شده، خوشحال میشم که این زیر کامنت کنید و کانال من رو به دوستانتون معرفی کنید. حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوی بیشتر ببینید. خدا نگهدار.